از کریمان سنگ می‌خواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آنچه می‌خواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد 10 برابر میرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای دوست داشتنی و نازنین و همیشگی یاد خدا. الهی که خوب باشین. خیلی خوش آمدین به این نوبت از یاد خدا که هم یاد خدا درش جریان داره، هم به برکت حضور ما و تشرفمون در این مکان نورانی یاد معصومه خدا خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها که در حرم مطهرشون هستیم و در شبستان حضرت زهرای این آستان مقدس سلام الله علیها. ان شاءالله خیلی زود شما تشریف بیارید. ما نایب الزیاره هستیم اما اینجوریش قشنگی که خودتونم مشرف بشید، از همین نزدیکترین مکان به قبر مطهرشون زائر باشید که در این صورت طبق فرموده معصوم بهشت برای شماست، برازنده شماست. انشاءالله که این اتفاقات مبارک براتون بیفته. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه سلام کوچولو محضرشون عرض بکنم، شما هم دوست داشتین زمزمه بکنین. بریم برگردیم به حاج آقای اعوانی عزیز سلام خواهم گفت و موضوع گفتگون هم پیرامون نهج البلاغه خواهد بود. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، یا عمه ولی الله، یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه المعصومه، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون میدونم شما دوست دارین زودتر لذت ببرین از فرمایشات حاج آقای اعوانی عزیز، بدون معطلی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت حضرت عالی و بینندگان بزرگوارمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. زنده باشید. و عرض میکنم که بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله که امروز هم پای صحبت‌های آقا امیرالمومنین علیه السلام بیش از معارف حضرت بهره مند بشیم. الهی آمین، الهی آمین. به برکت راهنمودها و فرمایشات و بیانات شما. خب عرضم حضور شما که آقای اعوانی عزیز، ما پیرامون اهمیت و جایگاه نهج البلاغه در یک جلسه از شما شنیدیم و بهره مند شدیم. تقریبا وارد موضوعاتی شدیم که من انتهای برنامه قبل می‌خواستم یک سوالی بپرسم، چون فرصت نبود موکول کردم به این برنامه که یکی از مهمترین، اگه نگم مهمترین، یکی از مهمترین دغدغه‌های ما مسلمان‌های فعلی عمدتاً در کشورمون یا مسلمان‌ها در همه جای دنیا شاید این باشه که امت مسلمان مطلوب از نگاه امیرالمؤمنین چه امتی میتونه باشه؟ از دریچه نهج البلاغه یک شخص مسلمان الان چه ویژگی ها، چه نشانه هایی باید داشته باشه در مواجهه با مردمان، حاکمان؟ مثالی هم در جلسه گذشته فرمودیم کسانی که مظلومن، کسانی که دارن استغاثه میکنن، دارن بهشون ظلم میشه، تکلیف ما نسبت به اونها و تو حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نگاه مطلوب امیرالمومنین چی هست؟ خواهش میکنم امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. من ان شاء الله عرضم آغاز. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. ببینید من در یک بیان کلی با یک جمله عرض میکنم اون چه که حضرت علی فرمودید. عرض کردم. ولی بزرگوار خدا آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه 136 نهج البلاغه متاسفانه بعضی از بزرگان و چهره‌های شاخص در نگاه مردم اون موقع خب با امیرالمومنین بیعت نکردن علیه السلام.
امیرالمومنین فرمودن که این جمله رو توجه کنید، فرمود لیس امری و امرکم واحدا، کار من و شما یکی نیست. میخوام بگم مطلوب ولی بزرگوار خدا نسبت به مردمی که الان او حاکمیت داره چیه؟ اون امت مطلوب در نگاه امیرالمومنین نسبت به حاکمیت چیه؟ فرمود کار من و شما یکی نیست، لیس امری و امرکم واحدا. میگم یعنی چی آقا جون؟ فرمود انی اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. من شما رو برای خدا میخوام اما شما منو برای خودتون میخواید. مشکل اینجاست. نکته اینجاست. وقتی امیرالمومنین میفهمد من شما رو برای خدا میخوام، یعنی شما باید منو برای خدا بخواید. الان خیلی از ماها که برای ظهور امام زمانم مثلا دعا میکنیم، این خیلی نکته مهمیه. همینه، اشکال اینه که نمیان. تمام نگاه اینه. ببینید ما گاهی اوقات گرونیام که اتفاق میفته میگیم خدا صاحبشو برسونه، یعنی که نه صاحبشو برای این میخوایم. ببینید من یه نکته عرض بکنم، حرفایی که الان داریم میزنیم این نه یعنی حاکمیت نسبت به اقتصاد مردم، نه. هیچ این برداشت نشه ها. میدونید چی میخوام بگم؟ ببینید نامه امیرالمومنین رو توجه کنید به مالک اشتر. یعنی امیرالمومنین علیه السلام مالک رو به عنوان کارگزار خودش در مصر منصوب فرموده، این نامه رو ضمیمه کرده. عهدنامه امیرالمومنین علیه السلام بر مالکه، 4 تا سرفصل داره. یعنی امیرالمومنین به دنیای مردم بسیار اهمیت میده. یعنی یه 4 تا سرفصل بیان میکنه، بعد طول نامه برای موفقیتش نسبت به این فصول فرمایش میکنه. شما رو دارم میفرستم 1 جبایت خراج اونجا رو جمع‌آوری کنی. 2 جهاد عدوها، اگر نیاز شد با دشمنان اون منطقه بجنگی. و استصلاح اهلها، اهل اونجا رو چه به لحاظ امور مادی چه به لحاظ معنوی به صلاح بیاری، اصلاح کنی اوضاع رو. اینجا رو توجه کنید. و امارت بلادها، شهرهای اونجا رو آباد بکنی. آبادانی یک شهر که لزوما به دار و درخت نیست، مردمی که اونجا زندگی میکنن باید احساس آبادانی بکنن. ببینید امیرالمومنین دنیای مردم براشون مهمه. چون وقتی از امیر صحبت میکنین فکر میکنن که حضرت امیر علیه السلام مثلا به دنیای مردم توجه نداره، هی میخواد فقط اونا رو به یاد آخرت بندازه. هنوز کارهایی که امیرالمومنین کرده داره دنیای مردم رو تامین میکنه. اون چاه‌ها و نخل‌ها و کارهایی که امیرالمومنین کرده بیش از این حرفا. ببین امیرالمومنین اون 23 سالی که کار دستش نبود تماما مشغول آبادانی بود. نه برای سود شخصی، وقف میکرد، برای خدا کار میکرد امیرالمومنین علیه السلام. اما منظور بنده چیه؟ منظور بنده اینه که وقتی میفهمد من شما رو برای خدا میخوام، انی اریدکم لله، شما منو برای خدا بخواید. این که من شما رو برای خدا میخوام یعنی میخوام به وسیله شما حاکمیت الله در بستر جامعه تشریعاً حاکم بشه. خب خدای متعال لله ملک السماوات و الارض، ملک عالم، فرمان روایی عالم، آسمان ها و زمین از آن خداست. این که سرجاش محفوظ، اما تکویناً در مقام تشریع اون مقدار از ضوابط الهی که در بستر یک جامعه اجرا میشه، شما میتونید بگید به اون اندازه خدا حکومت داره میکنه. ببینید من جلسه قبلم عرض کردم که آقا امیرالمومنین علیه السلام متهم بود که العیاذ بالله شما دنیا رو برای دنیا میخوای، نشون به اون نشون که چقدر آدم داره کشته میشه در جنگایی که شما دارید مثلا انجام میدید. و حالا که ببینید امیرالمومنین علیه السلام خطبه‌ای داره در نهج البلاغه جناب سید که خطبه 131 باشه. ببینید چون متهمه داره اینجوری وسط خطبه دفعه شروع میکنه با خدا صحبت کردن. امیرالمومنین وسط خطبه دعا میکنه، فرمود اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام. خدایا تو خودت خوب میدونی ما اگر از این جنگ هایی که میکنیم و سایر امور که انجام میدیم، ما دنبال دنیا برای دنیا نیستیم، دنبال مطالبه حطام میدونید به چی میگن؟ این گیاه خشکی که مثلا ساقه گندم درو که میشه اون تهش کاهی میمونه، چقدر میارزه؟ امیرالمومنین این رو داره مثال میزنه، میگه ما حتی دنبال حطام دنیا که دنیا رو ناچیز میبینه، دنبال این در مقابل آخرت دنبال این نیستیم.
پس آقا جون شما دنبال چی هستید؟ این همه جنگ ها و این همه خونه دل خوردن ها و دنبال چی هستید؟ فرمود ولکن لنرد المعالم من دینک، ما دنبال اینیم نشانه های دین رو برگردونیم و نظهر الاصلاح فی بلادک، در شهرهای تو، یعنی شهرهایی که بندگان مؤمن تو دارن زندگی میکنن، اصلاح ایجاد بکنیم. یعنی چی؟ فیأمن المظلومون من عبادک، بندگان تو که مورد ظلم قرار گرفتن در امنیت زندگی کنن. حالا اینجا رو توجه کنید، و تقام المعطلة من حدودک، ما دغدغه‌مند این هستیم که احکام تو که تعطیل شده در بستر جامعه اقامه کنیم. یعنی وقتی در از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میکنی آ جون قربونت برم شما چرا اصلا حاکمیت داری؟ حالا بماند که در خطبه 229 نهج البلاغه وقتی مردم اومدن با امیرالمؤمنین بیعت کردن با چه حالی اومدن، بماند که افراد ضعیف زیر دست و پا لگدمال میشدند، بچه‌ها با سرور اومدن، پیران اومدن، حتی اون کسانی که نمیتونستن افرادی اونا رو دوش سوار کردن آوردن برای بیعت که بریم با امیرالمؤمنین بیعت کنیم. خب اومدید سراغ من برای چی؟ اگر اومدید سراغ من شما رو برای خدا میخوام حاکمیت خدا در بستر جامعه حکومت بکنه و اتفاق بیفته. اما خدای متعال صاحب اراده کن فیکون نیست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا اینجوریه، تا اراده بکنی چیزی باشه کن باش، سری فیکون می باشه. اما خدا اراده کرده در بستر جامعه کار توسط مردم اتفاق بیفته. لذا اگر خاطر مبارکتون باشه در آیه 62 از سوره مبارکه انفال اینطور نسبت به پیامبر بزرگوارمون خطاب میکنه که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدای تو اون کسی است که تو را نیرو میبخشد با نصرت اصنایی خودش، کن فیکونه، اما بالمؤمنین و به سلسله مؤمنین. یا در دو آیه بعد 64 بلافاصله میفرماد یا ایها النبی حسبک الله، خدا تو را کافی است. خب ما که باشیم میگیم خب چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، میگه نه، حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا تو را کافی است، اما خدا اراده کرده با مؤمنین کار به سرانجام برسه. خب الان امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میفرماد انی اریدکم لله، من شما رو برای خدا میخوام، امت مطلوب امیرالمؤمنین اینه که شما هم من رو برای خدا بخواید. خب وقتی مردم امیرالمؤمنین رو برای خدا خواستند یعنی چی؟ در اتفاقاتی که پیش رو داریم صبورانه باید برخورد کنن. اجازه بدید این مقدار باز کنم چی میخوام بگم. شما مستحضر هستید قرآن کریم میفرماد جاء الحق و زهق الباطل. آقا امیرالمؤمنین مظهر حقه، الحق مع علی و علی مع الحق. خب خیلی هم خوب، الان مبانی امیرالمؤمنین میخواد بیاد حاکم بشه. شما مستحضرید اگر جاء الحق بشه زهق الباطل میشه. باطل باید بره. ببینید جناب ابراهیم، حضرت ابراهیم میاد، نمرود باید بره و میره، چون خدا اراده کرده ان الباطل کان زهوقا. جناب موسی وقتی میاد فرعون باید بره و میره. اصلا تو طبیعت وقتی روز خورشید میاد، روز میاد، شب که نمیشه بمونه، همینطوره، شب میره دیگه. رسول بزرگوار ما میاد، ابولهب ها باید برن و میرن. خب امیرالمؤمنین حقه او بیاد، اون جبهه مقابل امیرالمؤمنین که مبانی او رو تحمل نمیکنه باید بره. او نمیخواد بره، حاکمیت داشته، تا حالا خوش بوده در لوای حاکمیتی که داشته، برای اینکه نره زهق نشه باید یه کار کنه حق جاء نشه. خب سوال جدی اینجاست، تمام دارایی جبهه باطل برای اینکه حق جاء نشه تا او زهق نشه و نره چیه؟ دنیای ماست. تمام دارایی جبهه باطل برای اینکه حق به منصه زور نرسه اینه که دنیای ما رو تکون بده. خب امیرالمؤمنین همین حرفو داره به مردم میزنه و ما رو بیشتر متصل کنه به دنیا. دقیقاً. ببینید نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام به دنیا نگاه وسیله‌ایه، چون نگاه امیرالمؤمنین نگاه قرآنه. امیرالمؤمنین ناطق قرآنه، ترجمان قرآنه. ببینید بذارید من اینو دقیق صحبت کنم. بفهم. آیه 29 سوره مبارکه بقره میخوام بگم اون امتی که مطلوب امیرالمؤمنین کیه؟ امتی است که امیرالمؤمنین رو برای خدا بخواد. برای خدا بخواد دارم توضیح میدم یعنی چی. ببینید آیه 29 سوره بقره میفرماد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خدای تو شما اون کسی است که تمام زمین رو برای شما خلق کرد جمیعا. همین خدا که میگه تمام زمین رو برای شما خلق کردم میاد تو بلافاصله چند آیه بعدش، این 29 بود، تو آیه 36 اینجوری میکنه ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین.
من گفتم تمام زمین رو با شما خلق کردم، درست گفتم، اما محل استقرار شما، زندگانی شما در این زمینه، متاع لوازمی هم که نیاز دارید برای زندگی قرار دادم. اما یادتون باشه الهین این تا یه مدت معینیه. این که میفهمید تا یه مدت معینیه معنیش اینه این دنیا یک وسیله است و نه هدف، چون اون چیزی ارزش هدف گذاری داره که دوام داشته باشه و من شما خوب میدونیم، همه مدعا کردیم دنیا دوام نداره. گذشتگان ما کجان؟ ما هم در آینده نخواهیم بود. این الهین یعنی این دنیا یک وسیله است برای رسیدن به یه هدف بالا و والا و اون آخرته، رضوان خدا و آخرت و بهشت، همونا که همه مردم شریف اون میدونن. اما جبهه باطل دنبال اینه اون دنیایی که وسیله است این رو هدف قلمداد کنه و وقتی هدف به شما نشون داد شما تمام سعیت رو میکنید برای اینکه دنیا رو داشته باشید. خب وقتی شما سعی کردید دنیا رو داشته باشید، حالا اون میاد دقیقاً همین دنیا شما رو تکون میده. شما هم که دیگه دنیا رو الان میخواید داشته باشید به این معنایی که اونا مد نظرشونه، نگران میشید، لذا صبر نمیکنید. حالا ولی بزرگوار خدا هی داد میزنه برید، نمیرن. فهم معارف نهج البلاغه با کلمات امام سجاد در صحیفه بسیار آسانه، یعنی یه جوری هلو تو گلو میشه. حالا من اینو اگر لازم شد مفصل صحبت میکنم. یعنی ما اینکه هی بریم تو نهج البلاغه هی بیام تو صحیفه، مخاطبین بزرگوار ما با تمام وجود لمس کنن اگر با صحیفه همزمان مأنوس باشن چقدر بیان امیرالمومنین جذابتر براشون تعریف میشه. ببینید امام سجاد چرا در دعای 27 الان سپاه اسلام در مقابل دشمنان قرار گرفته، این دعای 27 لأهل الثغور، مرزدارانی که از حریم اسلام مسلمین دفاع میکنن، به پاس زحماتشون امام سجاد یه دعا رو در صحیفه به اونها اختصاص داده. میفهمد خدایا و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعة الغرور. خدایا وقتی این رزمنده ما در میدان جنگ لقا برخورد میکنه الان به دشمن، دیگه شمشیر رو شمشیره، یاد دنیایی که بسیار فریبنده است، خداعت بر وزن فعال، بسیار فریبنده، غرور اونم بر وزن فعال صيغه مبالغه است، اینو از ذهنشون از یادشون ببر، یاد دنیا از ذهنشون ببر. چرا؟ چون وقتی یاد دنیا جلوه بکنه میگه خب این که الان من دارم میرم تو دل دشمن ممکنه کشته بشم، میگه خب که چی، اون دنیایی که داشتم خب از بین میره و من اون دنیا رو دوست دارم، شل میشه. نکتهش اینه. بعد امام سجاد توجه به آخرت میده، میفهمند و لبح من حال ابصارهم ما اعددت فیها من مساکن الخلد. خدای اون چیزی که در بهشت قراره به اینا بدی همین الان لبح جلو چشمشون رو آشکار کنین و ببینن. میگن این عظمتی که ما داریم میبینیم چجوری به دست بیاریم؟ میگه برو تو دل دشمن، میره. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه برای اینکه مردم او رو برای خدا بخوان لذا به نکاتی توجه میده که اگر دنیای باطل اینها رو خواست متوقف بکنه تا نذار امیرالمومنین کار رو به سرانجام برسونه، چی کار بکنه؟ خود به خود مردم متوقف بشن و امیرالمومنین یاری نشه. چرا معاویه اینقدر پول خرج میکرد؟ علتش چی بود؟ دنیای مردم رو تحت تاثیر قرار میداد. میگم دیگه دنیا تشکیل شده از قدرت و ثروت. همیشه تو جبهه باطل میبینیم، زمان امام حسین داشتن فیلم کردم، یکی برای حکومت ری، یکی برای چند تا سکه بیشتر گرفتن، حاضر شدن که اون فاجعه رو رقم بزنن. همینطوره. یعنی دنیای ما رو دلفریبتر، جذابتر و در واقع تاثیرگذارتر از اون چیزی که هست نشون بده، بلکه ببینید دنیا رو به سمتی ببرن که ما دیگه بگیم هرچی هست اینه. همینه. این جذابیت وقتی ایجاد بشه، حالا اگر یه ذره این دنیا تکون بخوره خب ما نگران میشیم. فکر میکنم اومانیسم یعنی همین. حالا ببینید دقیقاً همینطوره. یعنی با یه نگاه دقیق اگه بخوایم نگاه کنیم میتونیم به اینم توجه بدیم که اصالت رو با اون ور میبینه. ببینید من یه نکته رو به شما عرض بکنم. اون نکته مهم اینه، امیرالمومنین داشتیم در مورد امت مطلوب صحبت می‌کردیم. حالا امیرالمومنین حقه، میخواد حاکمیت حق در بستر جامعه شکل بگیره. خب گفتیم جبهه باطل تحمل نمیکنه. ببینید من دنبال این حرفا رو به روز رسانی بکنم. امروز ما دغدغه‌مند حاکمیت الله هستیم، به همین جهت مسئولینی هم که میان در رأس حاکمیت قرار میگیرن باید با همین نگاه امیرالمومنین بیان که ای مردم من شما رو برای خدا میخوام، انی اریدکم لله، شما هم من رو برای خدا بخواید.
اینجا دیگه مردم این حاکمیت رو بررسی میکنن، مورد توجه قرار میدن. آیا در اون مسیر حرکت میکنید؟ اجازه بدید مثال بزنم، خود به خود مشخص میشه. مثال رو میرم تو نهج البلاغه عرض میکنم. در این نامه 53 نهج البلاغه که نگاه حاکمیت امیرالمؤمنین رو داره توجه میده، به مالک اشتر امیرالمؤمنین اینطور فرمایش میکنه: ای مالک، داری میری اونجا حق رو اقامه کنی، خیلی هم خوب، تو آدم منی، کارگزار منی، کار تو بگیره کار من گرفته، منم که حجت خدام، مردم میبینن حاکمیت خدا در جامعه یعنی چی، پا میدن، خود مردم دلگرم میشن. میگم خب آقا جون چی میخوای بگی؟ فرمود ناکن، داری میری اونجا حق رو اقامه کنی؟ یا آره؟ فرمود خب اینو بدون، الحق کله ثقیل، حق همش سنگینه. سنگینه یعنی چی؟ هر کسی نمیتونه این پرچمو بلند کنه به سر منزل برسونه. میگم آقا جون الهی دورت بگردم، ما دوست داریم این کارو بکنیم، ما دوست داریم معیت امیرالمومنین رو درک کنیم، ما کارو سرانجام برسونیم. فرمود خب اینم در جریان باشید. و قد یخففه الله علی اقوام. کلمه قد مستحضر هستید، وقتی سر فعل مضارع میاد قلت رو میرسونه، تقلیل رو میرسونه. میفهمید عده قلیلی، گاهی اقوامن هم تنوین گرفته، عده قلیلی، عده کمی خدا حقو بر اینا سبک میکنه، اینا موفق میشن کارو به سرانجام برسونن. آقا چه خوب، اینا کیان؟ ببین خواهش می‌کنم دقت کنید، اون نگاهی که گفتم اینه. مردم اگر این نگاه رو داشته باشن امیرالمومنین علیه السلام یاری میشه، وگرنه امیرالمومنین مظلوم غریب تهش هم فقتل من قتل. بعد ما باید بشیم ندبه کنیم. اصلا از اول تا آخر نهج البلاغه مملو از گلایه‌های امیرالمومنین نسبت. حالا بالاخره این بخش رو سید تبلور داده برای اینکه در طول تاریخ مردم بدونن حق چگونه یاری میشه. فرمود کسانی میتونن حق رو یاری بکنن، اینا خدا بر اینها سبک میکنه، بر عده قلیلی. من همینجا پرانتزی باز کنم، عزیزان بزرگوار بیننده و اون کسانی که برنامه ما رو میبینید، همیشه در طول تاریخ جبهه حق در اقلیت بوده. این ما رو نگران نمیکنه. ما واقعا نگران نیستیم، نه اینکه بریم الان بیرون این دوربین بگیم آقا ما نگرانیم چرا اینجا مردم، نه واقعا نگران نیستیم. ببینید این بیان امیرالمومنین رو اگر توجه کنید مطلب جا میفته. بذارید من ادامه بدم. میگم ما عده قلیلی خدا حقو بر اینا سبک میکنه و اینا موفق میشن کارو به سرانجام برسونن. آقا اینا کیان؟ فرمود و قد یخففه الله علی اقوام طلب العاقبه. حرف آخر رو زد. اینا کسانی هستند که طالب عاقبتن. عاقبت یعنی چی؟ محضر مبارکتون سوره اسراء، سوره قصص یادتون هست، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. عاقبت یعنی آخرت، یعنی اون کسانی موفق میشن پرچم حق رو خدا بر اینا سبک میکنه، اینا میتونن کارو به سرانجام برسونن که نگاهشون آخرتی باشه. تأکید دارم میکنم دنیا رو هم برای آخرت میخوان، دنیا رو وسیله میدونن برای آخرت، مزرعه آخرت. همینطوره. اگر نگاه آخرتی باشه، گفتم جبهه باطل تمام داراییش برای اینکه من حق جاءنشم چیه؟ دنیای منه. تا بخواد دنیای منو بتکونه میگم خب تکون دادی دنیای من رو، من نگاهم آخرتیه، تمام سعیمو میکنم دنیای خوبی باشه و همون امارت بلاده ها امیرالمومنین توجه داره. اما خب اومدیم الان ما میخوایم کارو به سرانجام برسونیم، جبهه باطل نمیذاره. ببینید چرا از ابتدای انقلاب اسلامی 8 سال جنگو به ما تحمیل کردن، اقتصاد ما رو تحریم کردن، ما رو به تعبیر خودشون با دنیا درگیر کردن، از 10 ها کشور ما اسیر گرفتیم. نمیذارن شما جاء بشید، چون شما مبانیتون حقه، میخواید حاکمیت اسلام بر مملکت و مردم باشه، یعنی حاکمیت خدا. 8 سال جنگو تحمل کردید، صبر کردید، ولتون نمیکنن، فتنه های مختلف رو رقم میزنن. اون یه کاری میکنه شما نیاید. چرا این حرفا رو میزنیم؟ میخوایم به روزرسانی بکنیم. ادامه فرمایش حضرت گویاست به روزرسانی یعنی چی؟ خب آقا جون اون کسانی که طالب عاقبتن، یعنی نگاهشون آخرتیه و نه دنیایی، خب یه نشانه یه شاخصه بگو ما میخوایم اونجوری باشیم. قربونت برم. میفرماد خب اینا کسانی هستند که فصبروا انفسهم. ببینید نفرمود فصبروا انفسهم، ماده صبر رو برد به باب تفعول. مستحضرید از مهمترین معانی باب تفعول تکلفه، یعنی نفس را وامی دارند به صبر. چرا وامی دارند آقا جون؟ خب صبر میکنیم، میگن به این راحتی ها نیست. مگه قرآن نخوندید در سوره معارج که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا؟ انسان عادتا این گونه است، اگر یه شری، یه گرفتاری، یه سختی به اونها برسه، جزوع بر وزن فعول صیغه مبالغه است، یعنی بسیار بیتابند. و جالب بهتون میگم صبر دقیقاً نقطه مقابل جزعه.
در روایت جنود عقل و جهل اصول کافی اگر مستحضر باشید که 75 لشکر برای عقل، 75 لشکر برای جهل، آقا امام صادق علیه السلام فرمایش میکنه. اونجا میفرماد و صبر و ضده الجزع، صبر از جنود عقل و جزع و بیتابی از جنود جهله. یعنی عقلا میتونن کار رو پیش ببرن. به کیا داری میگی جاهل آقا جون؟ به کسانی که اهل آخرت نیستن، نگاهشون صرفت دنیاییه. ما چون شما میخواید کار رو به سرانجام برسونید باید نفس را وا بدارید به صبر. فصبروا انفسهم. و من همینجا پرانتز مهمی رو باز کنم، به فضل و رحمت خدای متعال مردم شریف ما اینطورند. ما از همون ابتدا که جبهه باطل مردم شریف ما رو تحت فشار قرار داد، جنگ رو تحمیل کرد، مردم خون دادن، جوانان عزیزشون رو دادن، مال دادند، تا اومدن دوباره به اونها فتنه 78 88 98 مسائل مختلف، باز مردم صبر کردن، آلمان علی وردی ها دادن، عجمیان ها دادن، حججی ها دادند. نسل های روز ما همچنان بر اساس همون مبانی در حرکتند. خدا این فضا رو داره میبینه که مردم حقیقتاً دارن صبورانه برخورد میکنن. این که حضرت آقا فرمود ما به قله ها نزدیک شدیم یعنی این، یعنی خدا این رو در مردم شریف ما دید که مردم انصافاً نسبت به مشکلاتی که از طرف جبهه باطل داره اتفاق میفته صبورانه در برخورد میکنن. خب این که یه نکته. بعد انگار کسی امیرالمومنین میگه آقا جون الهی دورت بگردم، جبهه باطل در اکثریت، اینو چه کنیم؟ از نظر عده تعداد، از نظر تجهیزات عده، اینو چه کنیم؟ جمله بعدش فرمود و وثقوا بالصدق موعود الله لهم. اینا کسانی هستند که نفس را وامی دارن به صبر در مقابل جبهه باطل و به صدق وعده داده شده از طرف خدا وثقوا اعتماد دارن. چیه اون وعده؟ ان تنصروا الله ینصرکم. این بیان نورانی امیرالمومنینه، از جامعه انتظار داره کم نیاره در مقابل جبهه باطل، که امیدواریم الحمدلله همونطور که مردم شریف ما تا حالا برای خدا، انی اریدکم لله، برای خدا الحمدلله حاکمیت رو خواستن، انشالله با همین مردم کار به سرانجام برسه و ولی بزرگوارش رو خدا انشالله در زمان ما بفرسته تا اون سعادت ابدی انشالله در زمان ما رقم بخوره. اللهم آمین. انشالله که ما هم توفیق داشته باشیم اون روزهای خوب رو درک بکنیم. بعد یه سوال خیلی مهمی برام پیش اومد، فکر کنم این علامت سوال تو ذهن خیلی از بیننده هام شکل گرفته باشه، چون میخوام مردم رو توجه بدم و در واقع دعوت بکنم که انشاءالله اگر جلسه دیگه خدمتتون بودیم این سوال رو اول برنامه بپرسم، اینجا مطرح میکنم. اینکه آیا واقعا میشود این اتفاق بیفته؟ یعنی این عده قلیل بالاخره ما یه جا ببینیم که در واقع شرایط رو مهیا میکنن و میرسونن به اونجایی که باید برسه، یا خیر؟ میدونی چرا نمیپرسم؟ بالاخره این همه سال گذشته نشده، امیرالمومنین این همه گلایه کردن، به قول امروزی‌ها فیس تو فیس، چهره به چهره مردم میشستن مقابل امام زمان معصوم، این همه هدایت اینا باز کم می آوردن. این همه جنگ بیاین، گرما نیومدین گفتین گرم، سرما گفتین من حاضرم هر چند تا 10 تای شما رو با یه دونه شامی عوض بکنم. این گلایه‌های امیرالمومنین تو سرشار در الان 1400 سال گذشته، عروس دنیا داره هر روز خوشگل‌تر خودش رو نشون میده به مردم دنیا. اینقدر مردم رو جذب چجوری آخه رو کاغذ آدم احساس میکنه؟ خود امیرالمومنین علیه السلام راهکارهایی داده که انشالله خدا کمکم کنه، چون مفصله عرض میکنم. من اصلا دوز این پیازداغ این سوال رو زیاد کردم که مردم رو دعوت کنم. این جواب مهمی داره، این سوال مهمی ان شاء الله توی برنامه خدمتتون باشیم. اوامر نیست، ارزی نیست، دعا مخلصیم، زنده باشید. خیلی خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون تماشا کردین، چون همه شاه بیت فرمایشات حاج آقا از نگاه امیرالمومنین این بود که ما رو یاد خدا بندازن. در این یاد خدا و فرمایشات امیرالمومنین هم همین بود. من این جمله رو بگم با شما خداحافظی بکنم. از خود امیرالمومنین سوال کردن چجوری به این مقام رسیدی؟ فرمودن در خونه قلبم نشستم، هر کس و هر چیزی غیر از خدا خواست داخل بشه راهش ندادم. یا حق. خداحافظ. آقا ممنونم. زنده باشید ان شاء الله.